شغل بابا چیه؟ این اصلا سوال جالبی نیست که از کسی بپرسید شغل باباش چیه. همه دوران مدرسه از ما میپرسیدن شغل بابا چیه و به محض اینکه من شغل بابا رو میگفتم همه میخندیدن. لوله کش. فقط تو فیلم ها لوله کشه یا در دنیای واقعی خیلی هم مادرم دوست داره. شوهر یورو در میاره از اون نمیگیری؟ هر کس وارد اروپا میشه بلافاصله یورو در نمیاره. شوهرم الان تنها چیزی که در میاره اسم مرداد اومد در چند تا گربه داری؟ 5 تا. شوهر چجوری با 5 تا گربه و یه خر کنار اومده؟ ببین فانتزیای هر کس متفاوته به هر حال دیگه. حالا خودش حضور نداره ما نمیتونیم در موردش صحبت کنیم. شوهر عکاسی هم میکنه؟ بله. چه جور عکاسی